این یه حقیقت ساده است. اگه جوان مرگ نشیم و در 20 سالگی نمیریم، به 30 سالگی میرسیم. اگه انقدر خوشبخت و خوش شانس باشیم که در 30 سالگی نمیریم، وارد 40 سالگی میشیم و به نیمه 40 و همینطور به 50 سالگی میرسیم. و امروز میخوام در مورد موضوعی صحبت کنم که خیلی از ما زنها فکر میکنیم مربوط به یه دوره خیلی دور در آینده است و حالا قرار نیست اتفاق بیفته. اما واقعیت اینه که این تغییر میتونه خیلی زودتر از اونی که فکر میکنیم شروع بشه و انقدر شدید باشه که همه چیز زندگی ما رو عوض کنه. پس مسئله این نیست که آیا این اتفاق برامون میفته یا نه، چون قطعا این اتفاق میفته. مسئله اینه که وقتی به اون سن میرسیم آیا میدونیم چه تغییراتی قرار ایجاد بشه یا این بار هم بیخبر، این بار هم با ترس و نگرانی واردش میشیم. بیا من برات توضیح میدم، با عشق توضیح میدم، هر چقدر که بتونم با ساده سازی توضیح میدم. میخوام دانستنی های یائسگی رو برات بگم. بیا اول از اینکه چه هورمون هایی داریم صحبت کنیم و بعد وقتی که ما یائسه میشیم و این هورمون ها دیگه تولید نمیشن چه اتفاقی در بدن ما میفته. و از همه مهمتر چرا دریافت این هورمون ها در زمان یائسگی میتونه زندگی ما رو نجات بده. پس اول شروع میکنیم در مورد اینکه هورمون ها چی ان و چه کارایی میکنن. ما 3 تا هورمون اصلی داریم: تستوسترون، استروژن، پروژسترون که در تخمدان ما تولید میشن. بیا چند تا دانستنی جالب برات بگم که بدونیم ما زنها چه موجودات شگفت انگیزی هستیم. ولی قبلش واسه شنیدن یه چیز عجیب غریب آماده ای؟ خیلی عجیب غریبه. اوکی، الان من اینو میگم، ممکن شما احساس کنی که من با این موضوع اصلا راحت نیستم. از خودت بپرس چرا راحت نیستی؟ من فکر میکنم مخاطب این پادکست احتمالاً دیگه نیمه 20 سال رو رد کرده. احتمالاً در حداقل 30 خورده ای هست این شخص. از خودت بپرس چرا من هنوز با این مسائل راحت نیستم. بریم سراغ اون چیز عجیب غریبه. ببین یک واژه اشتباهی در فارسی داریم که اینو اول درستش کنیم. من اگه دستم بود اونو حتما درستش می‌کردم. در زبان فارسی ما میگیم تخمک زن. میگیم زن تخمک داره. در صورتی که زن تخمدان داره و درون اون تخم هست. مثل نمکدان که درونش نمک هست. خیلی ساده است. و در انگلیسی هم ما بهش میگیم اگ. پس ما زنها تخمک نداریم، تخم داریم. نمیدونم چرا تو فارسی میگیم مردا تخم دارن. در طبیعت هم نگاه کنی این مرغ هست که تخم میذاره که بهش میگیم تخم مرغ. خروس که تخم نمیذاره، تخم خروس که نداریم. در واقع ما زنها 2 تا تخمدان داریم که وقتی به دنیا میایم همه این تخم ها از قبل در این تخمدان ها هستن. یعنی ما وقتی در رحم مادر بودیم همه این تخم ها برامون ساخته شدن و ما با تعداد مشخصی از اینها به دنیا میایم. و وقتی به سن بلوغ میرسیم هر ماه یکی از این تخم ها در روز تخم گذاری آزاد میشه، نه روز تخمک گذاری. من نمیدونم چرا اینا هی میخوام بگن تخمک. حالا اسپرم های یک مرد از بیضه ها تولید میشن. مرد تخم نداره، مرد بیضه داره. بیضه ها وظیفه تولید تستوسترون و ساختن اسپرم رو دارن و روزانه 100 میلیون اسپرم تولید میکنن و به بیضه ها تستیس هم میگن. اسمش روشه، تستیس، قراره تستوسترون تولید بکنه. پس مردها تخم ندارن. اینجا میخوام یه نکته دیگه بهت بگم که شگفتی بدن زن رو ببینی. سلول تخم زن بزرگترین سلول بدنه و تنها سلولیه که با چشم غیر مسلح و بدون میکروسکوپ میشه دید و این سلول از نظر اندازه 10 میلیون بار از سلول اسپرم بزرگتره. تکرار میکنم، سلول تخم زن 10 میلیون بار از سلول اسپرم مرد بزرگتره و بزرگترین سلول بدنه. پس اگه قرار باشه ما بین سلول تخم زن و اسپرم مرد یکی رو پسوند بدیم، ما باید بگیم این مردها هستن که اسپرمک دارن. درست شد؟ بالاخره بزرگی گفتم، کوچیکی گفتم. ما بزرگترین سلول بدن انسان رو داریم. پس گفتیم هر ماه یک تخم از تخمدانها آزاد میشه و اون تخم میاد میشینه منتظر، مثل یک ملکه. تخم‌ها با هم رقابتی ندارن. تخم‌ها یکی یکی در نوبت خودشون مثل یک ملکه میان و منتظر اسپرم میشن. ولی اسپرم رقابت میکنه. میلیون ها اسپرم که اینها مثل جنگجویان یا سربازایی هستن که در آرزوی رسیدن به ملکه‌ان، اینا باید با هم رقابت کنن، تلاش کنن، خودشون رو به آب آتیش بزنن تا به تخم زن برسن یا نرسن. در نتیجه هورمون مردانه یا تستوسترون کارش تلاش، رقابت، حرکت و هورمون زنانه کارش اینه که مثل یک ملکه‌ای بنشینه و تدبیر امور رو در دست داشته باشه. این به این معنی نیست که ما زنها میشینیم و کاری انجام نمیدیم. نه، ما زنها استراتژی دیگه‌ای برای ایجاد کردن داریم. ما میتونیم
یک سلول تخم رو تبدیل به یک انسان کامل کنیم. ما یک سلول رو تبدیل به میلیاردها سلول میکنیم. پس ما زنها ملکه هایی هستیم برای خودمون. همینجا نکته دیگه بگم که جالبه. سلول تخم اولین سلول بدن هر انسانه. اسپرم که به تخم میرسه در اون حل میشه، جذب میشه. پس اولین سلول هر انسانی، پسر بچه یا دختر بچه، اول یک تخم زن هست و تا هفته 6 بارداری همه جنین ها از نظر ساختاری شبیه زن ها هستن و رشدی مثل یک زن رو دارن. امیدوارم تا اینجای بحث برات جالب بوده باشه. بریم در مورد هورمونا صحبت کنیم. پس تا اینجا گفتیم که بدن زن 2 تخمدان داره که استروژن، تستوسترون و پروژسترون رو ترشح میکنن و در این تخم ها وجود دارن و ماهی 1 تخم از اینها آزاد میشه و در بدن مرد از بیضه ها تستوسترون ترشح میشه. شاید برات جالب باشه که در بدن زن از بین این 3 هورمون بیشترین هورمون میزان تستوسترونه. پس بیاین از این هورمون شروع کنیم. اگه زنها بیشتر از بقیه هورموناشون تستوسترون دارن، پس چرا میگیم تستوسترون هورمون مردان است؟ چون توی بدن مردها به شدت بیشتر از زنها تولید میشه و باعث خیلی خصوصیت‌های مردونه میشه. و شما میدونید که تستوسترون صدا رو کلفت میکنه، موهای بدن زیاد میشه و سایر خصوصیات مردونه رو ایجاد میکنه. ولی جدا از اینها یک کارایی هم انجام میده که ما زنها هم به اون نیاز داریم. مثلا تستوسترون باعث میشه که بدن عضله سازی کنه. بعضی از آقایون برای اینکه زودتر و بیشتر عضله سازی بکنن تستوسترون مصرف میکنن. البته براشون عواقبی مثل اختلال‌های باروری ایجاد میکنه که به اون ما کار نداریم در این بحث، ولی میخوام بگم تستوسترون عضله سازی میکنه. شما دقت کنید یه پسر بچه به محض اینکه به سن بلوغ میرسه و تستوسترون در بدنش زیاد میشه، یهو عضله‌هاش زیاد میشن. با وجود اینکه این جز اینکه بازی کنه و این ور اونور بچرخه کاری نمی‌کرد، یعنی ورزش بدنسازی برای عضله سازی که انجام نمیداد. همین که غذا میخوره تستوسترون این رو تبدیل به عضله میکنه. دختران تستوسترون دارن و اگه این نبود ما نمیتونستیم عضله‌ای بگیریم، ولی خیلی کمتره. واسه همینه که من سالها میرم باشگاه ولی اندازه همسرم که چند ماه بره باشگاه عضله‌هام زیاد نمیشه. پس ما تستوسترون داریم. چیز دیگه‌ای که تستوسترون ایجاد میکنه لیبیدو یا میل جنسیه که اگه تستوسترون کم باشه اینم تحت تاثیر قرار میگیره و تستوسترون باعث انگیزه برای کار، رقابت و تلاش میشه. مردها چون تستوسترونشون بالاست بیشتر در تکاپو هستن و میخوان تلاش کنن و رقابت کنن و اگه این تستوسترون خیلی بالا بره میزان خشونت زیاد میشه. به حال برعکسش کسی که تستوسترونش پایین باشه مثل خانوما یه فرد ملایم‌تریه و کمتر با کسی دعوا داره. شما دیگه منظور پیام حرف من رو متوجه میشین، با اینکه خیلی داریم به طور کلی صحبت میکنیم. پس این که ما خانوم‌ها تستوسترون کمتری نسبت به آقایون داریم به این معنی نیست که ما بیحالیم یا کاری نمی‌کنیم. نه، ما بدون رقابت کار رو جلو میبریم و در زنها این در دهه 20 هست که ما بیشترین سطح تستوسترون رو داریم. حالا وقتی که زنی رو میبینیم که یه بیزینسی زده با مردها رقابت میکنه و خیلی تو این بیزینس موفقه، یا یه زنی رو میبینیم که خیلی واسه خودش یه مردیه، بعضی که به خاطر اینکه خب زندگی سخت بوده مجبور شدن خیلی قوی بشن، یا ممکنه که از خانواده یاد گرفتن که چجوری بیزینس خوبی داشته باشن. میدونم که دارم کلی گویی میکنم ولی میخوام یه ایده رو به طور کلی در مورد هورمون ها به شما بدم. بعضی از اینها تستوسترون بالایی دارن و این بیش از حد معمولی زنها هست و این باعث سندروم تخمدان پلیکیستیک میشه یا همون PCOS. PCOS یه اختلال هورمونیه که یه جور بیماری زنهای موفقه. البته اینجا منظور من از موفقیت یعنی بیزینس، پول، کار، درآمد. پس تستوسترون برای زنها یک شمشیر دولبه است. هم موفقیت کاری و تحصیلی زیاد میشه، همین که متاسفانه PCOS پیش میاد. پس تستوسترون در زن نه زیادش خوبه نه کمش. گفتیم اگه کم باشه عضله سازی سخت میشه. در بدن زنان تستوسترون از تخمدان‌ها ترشح میشن و از غدد فوق کلیوی یا آدرینال گلندز، از بافت چربی کبد، از اینها ترشح میشه. بعد از یائسگی که تخمدان‌های ما فعالیت‌هاشو متوقف میکنن، میزان تستوسترون به نصف مقدار اولیه میرسه. حالا این به این معنی نیست که شما تا یائسه یا همون منوپاز شدی تستوسترون بگیری و همینجوری هم تجویز نمیشه. ولی گفتم بدونید که ما هم به تستوسترون نیاز داریم و کاهش پیدا میکنه و ممکنه که نیاز به تجویزش باشه.
حالا بیایم در مورد استروژن صحبت کنیم. جالبه بدونیم با وجود این که ما استروژن رو یک هورمون زنانه میدونیم که باعث بلوغ در دختر بچه ها میشه، با این حال استروژن در مردها هم وجود داره و مردها هم به استروژن نیاز دارن، ولی نه در حدی که زنها نیاز دارن. حالا چطوری استروژن تولید میشه؟ در زنها از تخمدانها تولید میشه و در مردها طی یک فرایندی تستوسترون به استروژن تبدیل میشه. البته نه همش. و اتفاق دیگه‌ای که میفته اینه که بافت چربی چه در بدن زنها چه مردها طی یک فرایندی میتونه تولید استروژن بکنه. تا حالا دقت کردین که مردایی که خیلی اضافه وزن دارن چقدر پوست لطیف و صورت زنونه تری دارن یا حتی سینه های کمی زنونه تر دارن؟ شما مقایسه بکنید با مردهایی که بدنسازی کار میکنن، خیلی هیکلی هن، حتی یکم صورت خشن تری دارن. این به خاطر اینه که هر کسی که چربی زیادی داشته باشه، اون چربی در بدن طی یک فرآیندی تولید استروژن میکنه و وقتی که استروژن بالا میره ما خصوصیات زنانه تری میبینیم. از اون طرف هم هست اگه زنی تستوسترونش بالا بره، موی بدنش زیاد میشه، موهای سرش میریزه. پس زنها هم تستوسترون دارن ولی کمتر، مردها هم استروژن دارن ولی کمتر. استروژن چه کارهایی برای بدن ما انجام میده؟ اولا که باعث میشه پوست ما جوون بمونه، کمتر چروک بشه، نرم و لطیف باشه. دوم این که باعث میشه رگ‌های خونی ما منعطف بمونه که وقتی خون پمپ میشه تو این رگ‌ها، این رگ‌ها بتونن جریان خون رو پذیرا باشن. ولی وقتی که استروژن کم میشه، رگ‌ها خشک میشن و وقتی که خون با شدت وارد میشه، این موی رگ‌ها میترکن و باعث سکته‌های قلبی و مغزی میشن. یه کار دیگه که استروژن میکنه اینه که کلسترول خوب در بدن زیاد میکنه و کلسترول بد رو کم میکنه و خود این کلسترول بد یا LDL در رگ‌ها رسوب ایجاد میکنه که به این میگیم آتروسکلروسیس. این باعث میشه فشار خون بالا بره. اگه دقت کرده باشین، افرادی که سنشون بیشتره اکثرا فشار خون دارن. اکثرا این رسوب تا یه حدی اتفاق میفته، ولی وقتی استروژن کم میشه این رسوب شدت میگیره، کلسترول بد بالا میره و حالا مثل یک لوله‌ای که گرفته باشه، وقتی که خون با فشار توش پمپ میشه خب میترکه یا باعث میشه که از این نقطه نتونه رد بشه و همین دوباره باعث سکته قلبی و مغزی میشه. زنهایی که در قدیم بعد از اینکه ما موفق شدیم طولانی‌تر عمر کنیم، چون میدونی که ما انسان‌ها در زمان غارنشینی انقدر عمر نمی‌کردیم. در نوجوانی 20 سالگی می‌مردیم. اگه کسی به 30 یا 40 میرسید میشد ریش سفید جامعه. پس اون موقع کسی به یائسگی نمیرسید. یائسگی یعنی اینکه ما هورمون‌های استروژن و پروژسترون رو در تخمدان‌ها تولید نمی‌کنیم. و حالا تعریف دقیق‌تری ازش جلوتر میگم. ولی ما بعدها که به کمک بهداشت و پیشرفت‌های علمی تونستیم سن بالاتری رو تجربه بکنیم، فهمیدیم که یائسگی وجود داره. یعنی ما به یه سنی میرسیم که دیگه هورمونی در تخمدان‌ها تولید نمیشه و این رو ما اون موقع فهمیدیم. و اون موقع ما نمیدونستیم که میتونیم هورمون استروژن رو دوباره به زنها با هورمون تراپی بدیم. و اون خانم‌های اولیه که رسیدن به سن یائسگی و منوپاز و استروژن رو دریافت نکردن، متاسفانه یکی از دلایل فوت این افراد سکته‌های قلبی و مغزی بود. متاسفانه هنوز هم خانمایی هستن که بعد از یائسگی به دلایلی استروژن رو دریافت نمی‌کنن و در اینها ریسک سکته قلبی و مغزی به شدت بالا میره. چرا ممکنه کسی نخواد استروژن رو استفاده بکنه؟ به دلایل مختلف. یک دلیلش اینه که اگر سرطان سینه در خانواده داشته باشن و ژنش رو داشته باشه، ممکنه باعث ایجاد سرطان سینه بشه. ولی ما نباید این رو طوری تفسیر بکنیم که باعث بشه همه زنها رو از گرفتن استروژن بترسونیم. چون اتفاق قبلا افتاده. چند دهه پیش همه زنها رو از اینکه استروژن بگیرن میترسوندن که شما سرطان سینه قرار بگیری. در صورتی که مشخص شد اینطور نیست و میتونه مزایاش خیلی بیشتر از معایبش باشه. مخصوصا برای کسایی که این ژن رو ندارن یا سابقه خانوادگی رو ندارن، مسائل مرتبط با لخته شدن خون رو ندارن. و البته اینم بگم سرطان سینه رو میشه با روش قلب‌آلودگری پیشگیری بکنیم. و اینم در مورد سکته قلبی بگم. شاید شما فکر کنید که سیمپتوم های علائم مرتبط با سکته قلبی اینه که قلبمون بگیره، یه مدتی احساس درد و ناراحتی در قلبمون بکنیم یا یه روزی باشه که خسته باشیم. اصلا اینطور نیست. ببین سکته قلبی تا چند دقیقه قبلش هیچ علامت ظاهری خاصی نداره. همینجوری گرفتی نشستی، خیلی یک روز عادی یهو اتفاق میفته.
و اولین باری که افراد سکته قلبی میکنن شانس فوت 50%. پس همینقدر یهویی میتونه بیاد و باعث مرگ ما بشه. ولی خبر خوب اینه که اولا با گرفتن استروژن میتونیم این رو کم بکنیم، شانس سکته رو کم کنیم، و دومی که بیماری‌های قلبی عروقی با چکاپ معلوم میشن و به راحتی قابل مدیریت با ورزش و دارو و تغذیه هستن. کافیه که ما زودتر متوجهش بشیم قبل از اینکه اون سکته اتفاق بیفته. یه نکته دیگه که مهمه بدونیم اینه که استروژن نقش خیلی مهمی رو تو سلامت استخوان‌ها بازی میکنه. استروژن کمک میکنه که تراکم استخوانی ما حفظ بشه و جلوی تحلیل رفتن استخوان‌ها رو میگیره. به همین خاطره که بعد از یائسگی وقتی سطح استروژن به شدت پایین میاد، خطر پوکی استخوان یا همون استروپوروسیس در خانم‌ها خیلی بالا میره. پوکی استخوان یعنی استخوان‌ها خیلی ضعیف و شکننده میشن و ممکنه با یه ضربه کوچیک یا حتی افتادن ساده شکستگی‌های جدی ایجاد بشه. این شکستگی‌ها معمولاً در قسمت‌های مهره‌های کمر، لگن و مچ دست اتفاق میفته. به همین دلیل زن‌هایی که وارد دوران یائسگی میشن اگه استروژن رو دریافت نکنن در معرض خطر بیشتری هستن برای پوکی استخوان و شکستگی. البته این مسئله با HRT یا همون هورمون ریپلیسمنت تراپی، هورمون درمانی جایگزین، قابل پیشگیریه که در مورد ریز جزئیاتش جلوتر توضیح میدیم. و چیزهای دیگه مثل ورزش کردن، مثل اینکه ویتامین D سطحش در بدن ما مناسب باشه. یه نکته مهم، در 5 سال اول بعد از یائسگی ما ممکنه تا 20% از تراکم استخوانی یا بون دنسیتیمون رو از دست بدیم که این خیلی زیاده. یک توصیه که به خانم ها میشه بعد از 20 سالگی، چون در 20 سالگی تراکم استخوانی به حد اکثر خودش میرسه، ما به پیک بون دنسیتی میرسیم. حالا وقتی وارد دهه 30 یا 40 میشیم یا هر موقع که علائم منوپاز شروع شد، خوبه که ما یه تست دکسا بدیم و ما اگه در 2 سال بعد از شروع یائسگی هم دوباره تست بدیم، اینجوری میفهمیم که آیا داریم با شیب خیلی زیادی تراکم استخوانیمون رو از دست میدیم، شاید دوز استروژنی که داریم دریافت میکنیم کمه و دوز استروژن باید بره بالا. پس به جای اینکه ما اینو رها بکنیم و 5 سال بعد بفهمیم که دچار پوکی استخوان شدیم، استروپوروسیس، اینو تست میکنیم و سعی میکنیم هر 2 سال یه بار هم تست کنیم و ببینیم چقدر داریم تراکم استخوانی از دست میدیم. بالاترین مرگ و میر تصادفی یعنی که در اثر بیماری فوت نشدن. بالاترین مرگ و میر تصادفی در افراد میان سال زمین خوردنه. شاید شما الان فکر کنید دیگه که زمین خوردن چیه که آدم به خاطرش فوت کنه. دلیلش اینه که وقتی زمین میخورن استخوان میشکنه. وقتی استخوان، مخصوصا استخوان لگن یا پا میشکنه، آدم زمینگیر میشه. وقتی زمینگیر شدی از تحرک میافتی. حالا اگه جراحی بکنید دیگه بدتر. یا آماری هست که میگن 50% افراد میان سالی که بعد از شکستن استخوان پا عمل جراحی کردن در 1 سال بعد زنده نبودن. وقتی که ما تحرک داریم عضله ها کار میکنن، بدن ما ادامه میده و وقتی که ما بی تحرک میشیم عضله هامون و میزان سلامت حوازی ما VO2 max ما کم میشه و تحلیل میریم. وقتی ما به 1% خاصی از این وضعیت برسیم یه ترشولدی داره، وقتی به اون برسیم فوت میکنیم. با ساده ترین چیز، کوچکترین سرماخوردگی فوت میکنیم. پس پوکی استخوان اینقدر میتونه تاثیرگذار باشه. پس ما آزمایش دکسا رو قبل از یائسگی میریم و 2 سال بعدش هم 3 سال بعدش هم دوباره میگیریم تا بتونیم اینا رو با هم مقایسه کنیم. کار دیگه ای که استروژن در بدن ما میکنه اینه که به متابولیسم و سوخت و ساز بدن کمک میکنه. وقتی که استروژن پایین باشه ما وزن میگیریم و چربیای ما به جای اینکه زیر پوست ذخیره بشن میرن بین ارگان‌ها ذخیره میشن. اگه دقت کرده باشین چربی شکم آقایون رو نمیشه با 2 تا انگشت وشگون گرفت. انگار اون چربی یه توبی هست در شکمشون. ولی چربی یک خانم جوانتر رو میشه با 2 تا انگشت گرفت. به اون چربی که زیر پوست ذخیره میشه میگن چربی زیرپوستی. خب شاید بگی حالا چه فرقی میکنه؟ چربیه. فرقش اینه که اون چربی که بین ارگان‌ها ذخیره میشه چربی احشایی یا ویسرال فت، اون خطرناکه. متاسفانه ما زنها بعد از یائسگی شروع میکنیم به ذخیره کردن چربی مثل آقایون
و ریسک بیماری‌های ناشی از چاقی بالا میره. کار دیگه‌ای که استروژن در بدن ما میکنه اینه که استروژن به عملکرد مغز هم کمک میکنه، هم برای مردها هم برای زنها. اما برای ما زنها وقتی که در سن بالاتر میزان استروژن در بدنمون کاهش پیدا میکنه یا دیگه استروژن دریافت نمیکنیم، شانس ابتلا به بیماری‌های مثل آلزایمر به طور قابل توجهی بالا میره. آلزایمر یکی از اون بیماری‌هاییه که در حال حاضر هیچ درمان قطعی براش وجود نداره. تنها راه حل موجود پیشگیریه. یعنی هر کاری از دستمون میاد باید انجام بدیم که از این بیماری جلوگیری کنیم. یکی از مهمترین راه‌های پیشگیری دریافت استروژنه. همونطور که گفتیم HRT، هورمون ریپلیسمنت تراپی یا هورمون درمانی جایگزین. و کار دیگه‌ای که میتونیم بکنیم افزایش دادن ذخیره فکری و حرکتی، یعنی cognitive reserve و movement reserve، یعنی انجام فعالیت‌های ذهنی مثل یادگیری مهارت جدید، حتی معاشرت‌های اجتماعی و از طرف دیگه فعالیت‌های بدنی منظم که جریان خون رو به مغز افزایش میدن و این از تحلیل رفتن سلول‌های مغز جلوگیری میکنه. پس ببینید استروژن چقدر برای ما مهمه. فقط این نیست که ما با دریافت استروژن صورتمون کمتر چروک بشه که اونم هست، ولی استروژن از سکته قلبی و مغزی جلوگیری میکنه. تراکم استخوان‌ها رو کمک میکنه که حفظ بشن، یعنی از خطر پوکی استخوان جلوگیری میکنه، از ابتلا به آلزایمر جلوگیری میکنه و حتی مانع از تجمع چربی‌ها، اونطوری که گفتیم ویسرال فت، در اطراف ارگان‌های داخلی بدن میشه. پس یائسگی یا منوپاز که اگه شما به خود کلمه منوپاز دقت کنین، منو یعنی منسترویشن یعنی پریود، پاز یعنی توقف. پس منوپاز یعنی توقف پریود، ولی فقط توقف پریود نیست. ما استروژن رو از دست میدیم و این از دست دادن استروژن واقعا برای ما گرون تموم میشه. دلیلی که من این صوت رو ضبط کردم این بود که چند وقت پیش یکی از دوستانم که وارد این مرحله از زندگی شده باهاش صحبت میکردم و بهم گفت که ببین دکتر به من گفته هورمون درمانی برات خوبه، ولی من که هیچ از قرصای ضد بارداری هم استفاده نمیکردم. من کلا اهل قرص و دارو نیستم. و من موقع به همه اون چیزایی فکر کردم که تو این چند سال از این مطلب یاد گرفته بودم و به نتیجه رسیدم که اگر دوست من 1% از اینها رو هم میدونست تصمیم دیگه‌ای میگرفت. و بعد به این نتیجه رسیدم که کاش میتونستم اینو برای بقیه دوستانم، برای خواهرای خودم توضیح بدم. و درسته من الان دکتر نیستم و اینا فقط چیزاییه که خودم یاد گرفتم، ولی امیدوارم که این یک کمکی باشه، یک خدمتی به تو بکنه و امیدوارم اگه اینطور بود تو هم اینو برای خانمای دیگه شیر بکنی. مرسی. حالا پروژسترون چیه؟ پرو یعنی در حمایت است. جسترون یعنی بچه. پروژسترون یعنی در حمایت از بارداری و این هورمونی هست که فقط ما زنها داریم و مردها ندارن. در واقع کارکرد اصلیش برای حمایت از بارداریه، برای بچه است. پس اگر این هورمون فقط در حمایت از بارداریه، فقط برای بچه است، چرا ما باید در دوران یائسگی یا منوپاز اصلا به این هورمون فکر کنیم؟ چرا باید احیانا دریافتش کنیم؟ برای جواب این سوال باید یه سری بزنیم به سایکل پریود. البته من مطمئنم که خیلی از شما اینا رو میدونید و خیلی هم درد کشیدین. خب و من دارم توضیحاتی میدم که شما میدونید، ولی من میگم که این توضیحات کامل تر باشه و میخوام از زاویه هورمونی به این قضیه نگاه بکنیم و برسیم به جواب این سوال که پروژسترون چه میکنه. مهمترین روز سایکل خانم ها پریود نیست، روز تخمک گذاریه. من دوباره میگم من اگه زبان فارسی دست من بود من اینو میکردم روز تخم گذاری. در حال پس چرا ما میایم پریود رو به عنوان اولین روز میشناسیم؟ چون راحت دیده میشه که پریود شدیم، پس امروز روز اوله. ولی تخمک گذاری که به این راحتی قابل مشاهده و تعیین نیست، پس اینجوری تعیین شده که بگیم پریود روز اول سایکله. از روز اول تا وسطای این سایکل بگیم، حالا میتونه 28 روز باشه، 34 روز باشه، بگیم سایکل 28 روزه. از روز اول تا این وسط میشه 14 روز. پس حدوداً 2 هفته اول به این میگیم فاز فولیکولار که اینجا استروژن بالاست. استروژن دیواره رحم رو ضخیم میکنه و ما حالمون خیلی خوبه، پر انرژی، با امید، خوشبین، شاد، در روابط اجتماعی موفق
دوست داریم ارتباط بگیریم، قدرت گفتگو و مذاکرمون عالیه و خلاقیت داریم، ایده پردازی میتونیم بکنیم. اگه نگاه کنی اینا همش تلاش طبیعته برای اینکه ما پارتنری پیدا کنیم و باردار بشیم و بقای نسل اتفاق بیفته. بعد از این 2 هفته ما وارد 2-3 روزی میشیم که تخمک گذاری اتفاق میفته. تو این موقع حتی صورتمون تقارن بیشتری داره و زیباتر میشه. اینجا ما یه تخمک آزاد میکنیم که منتظر اسپرمه. تا قبل از این ما به پروژسترون نیازی نداریم و پروژسترون در پایان ترین سطح خودشه. ولی به محض اینکه این دوره تخمک گذاری تموم میشه، بعدم با خودش فکر میکنه نکنه من باردارم، نکنه تخمک و اسپرم با هم ملاقات کردن. و اینجا وارد یه فازی میشیم به نام لوتیال که حدود 2 هفته است. استروژن میاد پایین چون بدن ما دیگه دنبال پارتنر نمیگرده. از نظر حس و حال هم دیگه خیلی مثل اون 2 هفته اول پر انرژی و با امید و شاد و اینها نیستیم. حتی ممکنه اون ایده های هنری یا بیزینسی که خیلی در 2 هفته اول عالی به نظر می رسیدن و میخواستیم که انجامش بدیم یا حتی شروع کردیم که انجامش بدیم، الان مسخره یا حتی خیلی سخت و بیش از حد خوشبینانه به نظر میان و یک نگاه نقدگرایانه‌ای پیدا میکنیم. چون بدن ما فکر میکنه ما الان ممکنه باردار باشیم، پس باید مواظب خودمون و بچه باشیم. دیگه نمیتونیم مثل قبل خوشبینانه دنبال هر ایده‌ای باشیم یا هر کسی رو به دوستی بپذیریم. معمولا ما در این مواقع تا یه حدی واقع بین‌تر و جدی‌تر میشیم یا حتی ممکنه ذره بدبین بشیم. در واقع پروتکتیو میشیم. میخوایم از خودمون و بچه مراقبت کنیم. در این 10 روز یا 2 هفته بسته به اینکه سایکل چند روزه، در این مدت زمان لوتیال بدن شروع میکنه به پروژسترون تولید کردن. پس بدن فکر میکنه که ممکنه بارداره. در حمایت از بارداری هورمون پروژسترون تولید میشه. کاری که پروژسترون میکنه اینه که دیواره رحم رو که استروژن از قبل ساخته بود و ضخیم کرده بود تا حد ضخیم‌تر ولی پایدار میکنه تا اگه بارداری اتفاق افتاد این دیواره مثل یه بالشی جنین رو نگه داره. پروژسترون بهش هورمون آرامش و صلح هم میگن چون باعث میشه که ما حس آرامش و استراحت داشته باشیم. بدن ما توی فاز لوتیال برای ساختن پروژسترون به کالری بیشتری نیاز داره. بر همین ما تو اون 2 هفته آخر سایکلمون بیشتر غذا میخوریم. بدنمون داره تلاش میکنه که مطمئن بشه اگه ما باردار بودیم انرژی کافی رو برای این حمایت از بارداری داریم. چرا ما دچار PMS یا همون سندروم پیش از قاعدگی میشیم؟ به دلایل مختلف. یک دلیلش اینه که اگر پروژسترون کمتر تولید بشه و این همون حالتیه که اعصاب نداریم. حالا بعد از گذشت حدوداً 2 هفته لوتیال به طور کلی الان 28 روز یا حدوداً 4 هفته از سیکلمون گذشته و بعدم میفهمه که نه، مثل اینکه از بچه خبری نیست. پس پروژسترون یا همون هورمون حمایت از بارداری کاهش پیدا میکنه و دیواره های رحمی رو که ساخته بود میشکونه و میریزه که به این پریود میگیم. برای خانومایی که روی قرص ضد بارداری هستن اصلا این فرآیند تخمک گذاری انجام نمیشه و اگه که این قرص ها، چون میدونید که اینا در بسته های 21 تایی دارودار و 7 تا پلاسیبو یا بدون دارو یا کلا فقط 21 با دارو اینجوری بسته بندی میشن. اگه که این 21 رو بخورن و اون 7 روز حالا پلاسیبو رو بخورن یا نخورن، توی اون 7 روز خونریزی دارن که به اون خونریزی پریود گفته نمیشه. یعنی هر خونریزی اسمش پریود نیست. خونریزی اسمش پریوده که این فرآیندی که ما گفتیم در مورد تخمک گذاری انجام شده باشه. و اگرم که خب اون 7 روز اصلا صبر نکنن و بسته بعدی رو باز کنن و همینجور 21 قرص دارودار بخورن، دیگه اصلا این خونریزی رو هم نخواهند داشت. پس اگه بخوام خلاصه کنم، موضوع اصلی اینجا دیواره رحم هست یا یوتروس لاینینگ که دقیق‌تر بخوایم بگیم اندومتریوم و در فارسی بهش میگیم آندومتر. استروژن این دیواره رحم رو ضخیم میکنه و وقتی پروژسترون در نیمه دوم سایکل ترشح میشه باعث میشه که این دیواره به مچوریتی برسه و پایدار بشه. حالا در پایان سایکل وقتی که ترشح پروژسترون به شدت پایین میاد، این باعث ریزش دیواره رحم و شروع پریود میشه. خب این شد نقش پروژسترون در سایکل قاعدگی. حالا برگردیم به سوال،
چرا ما در یائسگی نیاز داریم پروژسترون دریافت کنیم؟ چون دریافت استروژن به تنهایی باعث میشه که دیواره رحم مدام ضخیم‌تر بشه و اگر پروژسترون نباشه که این دیواره رو کنترل بکنه، ضخامت زیادیش میتونه به رشد غیر طبیعی و در مواردی به سرطان منجر بشه. پس پروژسترون فقط برای محافظت از رحمه که تجویز میشه و خانمایی که به دلایل پزشکی رحم رو جراحی و خارج کردن که به این جراحی هیسترکتومی میگیم، نیازی به دریافت پروژسترون ندارن. اما خانم‌های دیگه، یعنی اکثر خانم‌ها که رحم دارن، باید همراه استروژن پروژسترون هم دریافت کنن. حالا تا اینجا هستیم یه توضیحی بدم در مورد اینکه هورمون درمانی چطور داده میشه. این خیلی شبیه به همین چیزی که ما الان توضیح دادیم. دو نوع روش اصلی بر دریافت هورمون وجود داره. اگر رحم داریم، همونطور که گفتیم، و مواظب ضخامت دیوار رحم باشیم. معمولا برای خانمایی که در پریمنوپاز هستن، خانمایی که سایکلی دارن ولی اون سایکل نامنظم هست، معمولا هورمونا رو طوری میدن که شبیه همین سایکلی که داشتیم باشه. یعنی سعی میکنن اون سایکل رو فقط منظم بکنن و 2 هفته پروژسترون میدن، شبیه همون سایکل میشه. بر همین دوباره ما هر ماه یه خونریزی داریم که اسمش پریود نیست ولی همون شبیه پریود میشه دیگه. حالت دوم که بهش ترکیبی مداوم یا Continuous Combined HRT هم میگن، اینو معمولا به خانمایی میدن که کاملا یائسه شدن یا پست منوپازال. اینو یه ذره جلوتر توضیح میدیم و استروژن و پروژسترون رو هر روز به صورت یه دوز ثابتی بهشون میدن و اینا دیگه خونریزی ندارن، چون پروژسترون روزانه و مداوم باعث میشه که اون دیواره رحم نازک بمونه و نیازی به ریزش نداشته باشه. حالا بیایم یائسگی رو تعریف کنیم. وقتی که ما به مدت 12 ماه پشت سر هم پریود نشیم، یعنی یائسگی اتفاق افتاده. این تعریف رسمی و علمی یائسگی. وقتی ما یائسه میشیم، تخمدان‌ها که تا قبل از اون 3 تا هورمون اصلی رو بر ما ترشح می‌کردن، تقریباً به طور کامل خاموش میشن. این 3 تا هورمون اصلی همونطور که گفتیم استروژن، پروژسترون، تستوسترون. بعد از یائسگی تخمدان‌ها تولید استروژن و پروژسترون رو متوقف میکنن. تمام شد. خب ولی هنوز مقدار کمی از تستوسترون تولید میشه. جدا از اون که گفتیم تستوسترون توسط غدد آدرینال یا همون فوق کلیوی هم کمی تولید میشه، ولی به نصف رسیده، یعنی باز هم در میزان کلی بدن خیلی کم شده. و همونطور که گفتیم بافت چربی هم میتونه این آندروژن ها رو تبدیل به استروژن بکنه، به نوعی از استروژن. جلوتر ما انواع استروژن رو بحث میکنیم، ولی این هم برای بدن خیلی کمه. یعنی انگار که ما دیگه استروژن رو به کلی از دست میدیم و بدن وارد یک شوک عجیب میشه. یائسگی معمولاً در حدود سن 50 سالگی اتفاق میفته، ولی ممکنه به دلایل دیگه‌ای زودتر یا ناگهانی رخ بده. مثلا اوفرکتومی 2 طرفه. ببین کلاً پسوند اکتومی در علم پزشکی یعنی خارج کردن یک عضوی از بدن. اوفرکتومی یعنی برداشتن تخمدان‌ها. حالا چرا میگیم 2 طرفه؟ چون اگه یه دونه رو داشته باشید هنوز اون یک دونه تخمدان میتونه برای شما کار کنه. پس اوفرکتومی 2 طرفه که به دلایلی مثل سرطان تخمدان، اندومتریوسیس شدید جراحی شده و برداشته شده، این باعث یائسگی ناگهانی میشه. حالا مهم نیست شما 18 سالت باشه یا 48 سالت باشه. یا مثلا شیمی درمانی، کیموتراپی. بعضی از این شیمی درمانی ها ممکنه به تخمدان ها آسیبی بزنن که باعث یائسگی موقت یا دائمی بشه. بستگی به نوع دارو، دوزش، سن فرد، ممکنه تخمدان ها دوباره فعال بشن، ولی در بعضیا به طور کامل خاموش میشن. پس این هم میتونه یائسگی ناگهانی ایجاد کنه. حالا ما یه جراحی دیگه داریم به نام هیسترکتومی. گفتیم اکتومی یعنی خارج کردن چیزی از بدن، جراحی کنیم برش داریم. هیستر در زبان یونانی و لاتین فکر میکنم ریشش باشه به معنی رحم. هیسترکتومی یعنی جراحی برداشتن رحم.
چرا این باعث یائسگی نمیشه؟ چون وظیفه ترشح هورمون‌ها به عهده تخمدان هاست، نه رحم. پس حتی اگه توتال هیسترکتومی انجام بشه، یعنی رحم همراه با دهانه رحم یا سرویکس با هم برداشته بشه، تا وقتی که تخمدان ها سر جاشون باشن یائسگی اتفاق نمیفته. یعنی روند طبیعی خودش رو طی میکنه در اون سنی که قرار شما به یائسگی برسید. حالا پریمنوپاز چیه؟ این دقیقاً دلیل اینیه که من میگم ما باید زودتر خودمون رو آگاه بکنیم. چون با وجود اینکه یائسگی به طور تقریبی و میانگین حدود 50 سالگی رخ میده، ما ممکنه که 10 سال قبل از اون علائممون شروع بشه یا حتی خیلی زودتر. در دوران پریمنوپاز تخمدان‌ها هنوز فعالن اما عملکردشون نامنظم شده. پریمنوپاز، کلمه پری به معنای نزدیکی و حوالی، هول و هوشه. منو به معنای منسترویشن یا همون سایکل قاعدگی و پریود. پاز یعنی توقف. پریمنوپاز یعنی ما در حوالی و هول و هوش یائسگی هستیم. مثلا اگه شما میانه 40 سالگی هستیم و علائم منوپاز مثل گر گرفتگی و بیخوابی و چند ماهه که پریود نشدین، اینا رو دارین تجربه میکنین، یعنی وارد پریمنوپاز شدین. و وقتی که 12 ماه پشت سر هم پریود نشید، یعنی یائسه شدید. پس چی شد؟ بعد از یائسگی تخمدان‌ها تقریبا خاموش میشن. ما هنوز مقدار کمی تستوسترون از تخمدان‌ها و غدد آدرینال خواهیم داشت، ولی دیگه اون هورمون‌هایی که سالها بدنمون بهشون عادت کردن و وابسته بودن به اندازه کافی تولید نمیشن و این تغییرات بدنی و روحی خودشون نشون میده. حالا در حالت طبیعی چرا تولید استروژن در بدن ما متوقف میشه؟ چون برای طبیعت اصلا مهم نیست. شما همین که باردار بشید و بتونید ژن‌هاتون رو منتقل کنید، دیگه طبیعت با شما کاری نداره. کاری نداره که در 50 سالگی چه اتفاقی براتون میافته. طبیعت فقط به بقای نسل کار داره. آدم‌ها در طول تاریخ اونقدر زنده نمیموندن که اصلا بفهمیم همچین چیزی هم هست که هورمون‌ها تولیدشون متوقف میشه. در مورد انتخاب طبیعی و اینکه طبیعت چطور کار میکنه 2 مثال بزنم شاید براتون جالب باشه. 300,000 ساله که ما انسان‌ها روی کره زمین زندگی میکنیم و همه زنها در این 300,000 سال در 9 ماهگی زایمان نمی‌کردن. زنهایی داشتیم که در کمتر از 9 ماه زایمان می‌کردن. ولی این بچه‌ها ضعیف بودن و می‌مردن. پس نسل این زنها ادامه پیدا نکرد. زنهایی هم بودن که بدنشون بچه رو بیشتر از 9 ماه در رحم نگه می‌داشت. و این بچه‌ها هم انقدر رشد می‌کردن که دیگه نمی‌شد زایمانشون کرد و مادر و بچه فوت می‌کردن. پس نسل اینها هم ادامه پیدا نکرد. نسل زنانی ادامه پیدا کرد که 9 ماه بچه در رحمشون میموند. چون اینطوری به اندازه کافی رشد کرده بود و میشد که از بدن خارج بشه و این بچه ژن خودش رو به بچه‌های بعدی منتقل میکنه و همینطور نسل این زنان ادامه پیدا کرد. به این میگن انتخاب طبیعی. حالا یه مثال دیگه. در یک دوره از تاریخ یک دفعه طاعون سیاه زیاد شد و جمعیت زیادی از جهان فوت کردند. در اروپا بین سالهای 1347 و 1351 میلادی تخمین‌هایی هست که حدود 30 تا 60% جمعیت به دلیل این بیماری از بین رفتن. ولی اونایی که زنده موندن، جدا از اونایی که حالا دور بودن و موفق شدن که این بیماری رو نگیرن، اونایی که زنده موندن تحقیقات نشون میده که یه ژنی داشتن که سیستم ایمنی بدن خیلی زود بیماری رو شناسایی میکرد و بهش حمله میکرد و اینجوری زنده موندن. و اکثر ما از نسل کسایی هستیم که این ژن رو داشتن. حالا جالبه که بدونید همین ژن بعداً معلوم شد که در آرتروز نقش داره. آرتروز یه بیماری خود ایمنی هست. یعنی سلولای سفید به خود بدن حمله میکنن. گفتیم که این ژن تأثیر داره در اینکه چقدر سیستم ایمنی فعاله و اینجا سیستم ایمنی زیادی فعاله. بی خودی حمله میکنه، بی خودی از همه پاچه میگیره. این یعنی ژنی که یه روزی خوب بود و جون ما رو نجات داد، همون باعث میشه که ما امروز آرتروز بگیریم. پس اینجا طبیعت به این کار داشت که ما در جوانی از اون مهلکه جون سالم به در ببریم و بچه دار بشیم، ولی کاری نداره که ما در سن بالاتر آرتروز بگیریم. پس طبیعت به شما در سن بالا کاری نداره.
و اینکه ما فکر کنیم دارو چون طبیعی نیست پس نخوریم، یا اینکه چون طبیعت از یه سنی به بعد هورمون رو قطع کرده پس طبیعت یه چیزی میدونسته. نه، طبیعت اصلا کاری نداره که تو از یک سنی به بعد میمردی یا میموندی یا آلزایمر میگرفتی. اصلا آلزایمر یکی از اون چیزایی بوده که ما اخیراً فهمیدیم که میشه که آلزایمر گرفت. در طبیعت فقط بقا، اون هم برای بقای نسل مهمه. یعنی شما بقا پیدا کنی که بتونی باردار بشی، که بتونی بقای نسل داشته باشی. گفتیم که وقتی ما 12 ماه پریود نشیم یعنی یائسه شدیم و از وقتی که یائسه بشیم تا آخر عمرمون یائسه هستیم و میتونیم از این دارو درمانی تا آخر عمر استفاده بکنیم. چرا؟ چون علم جدید فهمیده که حالا که استروژن از بیمارهای قلبی و عروقی، سکته، آلزایمر جلوگیری میکنه، پوکی استخوان رو جلوگیری میکنه، چرا چیزی که این همه منفعت داره رو قطع کنیم؟ قبلا علم پزشکی چون مطمئن نبود که نتیجه چی میشه میگفت حالا پس همون 5 سال تا 10 سال بدیم کافیه. ولی الان دیگه اینها رد شده. به همون دلایلی که گفتیم الان به این نتیجه رسیدن که میشه تا آخرین روز عمرت اگر که میخوای روی این داروها و هورمون تراپی بمونی. خانمایی که روی قرصای ضد بارداری هستن، چون این قرص‌ها هم استروژن دارن هم پروژسترون، ممکنه خیلی راحت و بدون علامت وارد دوران یائسگی بشن و اصلا نفهمن که چی شد. ولی به محض اینکه قرص‌ها رو قطع کنن این علائم میاد سراغشون. و اینم بگم که میزان دوز استروژن و پروژسترون در قرص‌های ضد بارداری بیش از میزانی هست که در هورمون تراپی داده میشه. بهترین حالت اینه که شما این هورمون تراپی رو به محض شروع علامت بگیری. اولا که حالتو بهتر میکنه، چرا نکنیم؟ و دوم این که اگه شما یائسه شده باشی و چند سال گذشته و هنوز استروژن نگرفتی، یه بازی وجود داره که بتونی بگیری که بتونه اون ریسک هایی که گفتیم رو مخصوصا در مورد پوکی استخوان و مشکلات قلبی و عروقی کم بکنه. و اگه که فاصله چند ساله یا طولانی بیفته بین یائسه شدن و گرفتن اولین دوز استروژن، ممکنه که دیگه اون تأثیرات رو نداشته باشن یا حتی تأثیرات منفیش بیشتر بشه. پس بهتره که تأخیر ندیم و شروع کنیم. همونطور که گفتیم ممکن در 5 سال اول، یعنی تا به خودمون بیاییم که ببینیم چی شد، 20% تراکم استخوانی رو از دست بدیم یا رگ‌های خونیمون خشک بشه. پس شما نباید 10 سال 15 سال صبر کنید بعد بخواید دارو بگیرید وقتی که دیگه کار از کار گذشته. از قرص هایی که برای HRT داده میشه یا همون هورمون ریپلیسمنت تراپی، اولا که دوز استروژن و پروژسترون فرق داره و دوم این که نوع مصرفش فرق داره. ممکنه مثلا پچ مثل چسب زخم باشه، یا اسپری باشه که روی پوست اسپری کنی، یا قرص باشه که بخوری. حالا برای هر کسی یه نوعی مناسبه. برای کسی که مشکل گوارشی دارن که فرضاً کبدشون آسیب دیده، پروژسترون خوردن حالشون رو بد میکنه، دکتر ممکنه بگه اوکی به جای قرص خوراکی به شما شیاف واژینال میدیم که فقط همون کاری رو که قرار بود انجام بده، قرار بود از رحم مراقبت بکنه، اون رو انجام بده و وارد سیستم گوارشی نشه. پس ما روش‌های مختلفی برای دریافت این داروها داریم. البته بازم جا داره بگم که افراد با سابقه سرطان‌های هورمونی مثل سرطان سینه یا لخته‌های خونی ممکنه نتونن به طور کلی یا از بعضی از انواع این داروها استفاده بکنن که حتما باید بررسی دقیق انجام بشه. برای همین اگه الان شما روی HRT هستین و این قرص‌های فعلی به شما نمیسازه، ممکنه تاثیر دوز یا نوعش باشه. توصیه میکنم شما یادداشت بردارین از اینکه چه نوع قرصی یا دوزی رو دریافت کردید و علائم خودتون رو تیک بزنید. چون حتی دارو هم میتونه چند روز طول بکشه که اثر کنه. مثلا مینویسین این روز این قرص رو شروع کردم و اعصاب نداشتم یا برین فاگ داشتم. برین فاگ یعنی انگار یه مهی جلو مغز منو گرفته بود، اصلا گیج بودم، ذهنم سفید بود. علائم یائسگی زیاده، یه لیست بلند بالای متاسفانه در انتظار هممون. ولی همه فکر میکنن که فقط گر گرفتگیه، فقط نایت سوئت، یعنی که شبا توی خواب خیس عرق بشی، فقط اونه. ولی اون چیزی که بقیه میبینن، اون فقط یه بخش کوچیکی از ماجراست.
علائم یائسگی میتونه تپش قلب، سردردهای مکرر، درد مفاصل، تغییر خلق و خو، اضطراب، افسردگی، اعصاب نداشتن، کاهش میل جنسی، مشکلات گوارشی، نفخ، یبوست، تعریق شبانه، گرگرفتگی، خشکی واژن، ریزش مو، نازک شدن مو، درد یا حساسیت در سینه ها، خستگی مفرط، مشکلات حافظه، مشکل تمرکز، همونطور که گفتیم گیج بودن، تغییر در بوی بدن. یعنی شما ببین چه لیست بزرگی از این علائم هست و ما چطور میخوایم که وارد این مرحله از زندگی بشیم بدون که اصلا بدونیم چه چیزی در انتظار ماست. بیخوابی، بیدار میشی نمیتونی بخوابی، میخوابی خیس عرقی، بلند میشی گر گرفتی و احتمال زیادی وجود داره متاسفانه که اطرافیان ما رو درک نکنن، چون ممکنه تو اون خانواده فقط این ما باشیم که وارد این مرحله شدیم، احتمال زیاد فقط ما وارد اون مرحله شدیم. پس حداقل خودمون رو آگاه کنیم، با چشم باز وارد این ماجرا بشیم که حتی اگه دکترمون هم بهمون گفت تو که به دارو نیاز نداری، بتونیم توی انگلیسی بهش میگن برای خودمون ادوکیت کنیم و اجازه ندیم که دکتر ما رو دیسمیس بکنه و بگه برو مشکلی نیست، طبیعیه، همه اینجوریه، میدونم طبیعیه ولی من هورمونامو میخوام. پس فارسیشو نمیدونم ببخشید، یعنی که بریم از خودمون بریم در واقع پشت خودمون وایسیم خب و نذاریم بقیه با ما بگن برو چیزی نیست، ما رو دیسمیس کنن. پس یه عالمه علائم قراره بر ما اتفاق بیفته. حتی میتونه یه چیز خیلی ساده تر شروع بشه. ممکنه حس کنی یه چیزی مثل قبل نیست، پوستت خشک شده، خوابت نمیبره، حواست پرته، الان گرمته بعدن یهو سردته. پس اینا رو ما یادداشت میکنیم و اینا میتونه کمک کنه که دوز مناسبی برای ما تعیین بشه. اگه شما بچه‌ای هم داشته باشین احتمال زیادی وجود داره که تو سنی که شما وارد منوپاز میشین یا پری منوپاز میشید فرزند شما هم وارد دوره نوجوانی خودش بشه. این که حداقل شما بدونید، آگاهی داشته باشین که دارید وارد چه مرحله‌ای از زندگیتون میشید، بهتر میتونید مدیریت بکنید، چون قطعاً اون نوجوانم نمیدونه که چه اتفاقی داره براش میفته. حالا اینم بدونید که ما 3 نوع اصلی استروژن داریم. استرودایل که این قوی ترین و مهمترین نوع استروژن در بدن زنانه که از تخمدانها ترشح میشه. این در واقع اصل جنسه، اینه که ما از دست میدیم. مهمترین نقش رو در تنظیم قاعدگی داره، در سلامت استخوان‌ها، پوست، عملکرد مغز. همه اینها در سالهای باروری ما، یعنی قبل از یائسگی، بیشترین مقدار رو در بدن ما داره. نوع دوم استرون. این نوع استروژن بعد از یائسگی غالب میشه. این همونیه که گفتیم از طریق بافت چربی تولید میشه. این قدرتش از استرادایل کمتره، اما بعدم میتونه اون رو به استرادایل تبدیل بکنه. بر همین خانمایی که درصد چربی بالاتری دارن معمولا سطح استروژن بیشتری هم در بدنشون باقی میمونه حتی بعد از یائسگی. ولی این به خودی خودش و بدون هورمون درمانی نمیتونه جایگزین اون استرادایل اصلی که ما داشتیم از تخمدان ها میگرفتیم بشه. خب نوع سوم استروژن استریول. این نوع بیشتر در دوران بارداری تولید میشه و یکی از دلایلی که شما وقتی به خانمای باردار نگاه میکنید صورتشون میدرخشه. این هورمون به سلامت جنین کمک میکنه و بعد از زایمان کم میشه. حالا یه نکته عجیب، بعضی از این استروژن ها که در HRT یا همون هورمون ریپلیسمنت تراپی استفاده میشن به طور مصنوعی و در آزمایشگاه ساخته شدن، اما بعضی از اونها از جیش اسب باردار استخراج شدن. دلیلش هم اینه که همونطوری که گفتیم در دوران بارداری نوع خاصی از استروژن تولید میشه. حالا بعضیا فکر میکنن که چون دارو طبیعی نیست پس خوب نیست دیگه، هرچی که طبیعیش خوبه، در صورتی که زهر مار طبیعیه ولی داروی ضد زهر مار طبیعی نیست. پس این نادرسته که بگیم چون دارو طبیعی نیست پس خوب نیست. من شخصا واقعا قدردان علم پزشکی هستم که اینها رو تولید کرده و در اختیار ما قرار داده. استروژن و پروژسترون در هورمون درمانی به 2 شکل اصلی وجود داره، بایو آیدنتیکال و مصنوعی که اون سینتتیک میشه. هورمون های بایو آیدنتیکال یا به فارسی فکر میکنم میگیم بایو آیدنتیک، اینا از اسمشون هم مشخصه، یعنی از نظر ساختار شیمیایی و مولکولی دقیقاً مشابهه. هورمون هایی هستن که بدن ما
به طور طبیعی تولید میکنن. به همین دلیل بدن این هورمون‌ها رو راحت‌تر میپذیره و عوارض جانبیش میتونه کمتر باشه. هورمون‌های مصنوعی اثر مشابهی دارن، ولی ساختار شیمیایی و مولکولیشون متفاوته و ممکنه عوارض بیشتری رو نسبت به اون بایو آیدنتیکال ها ایجاد بکنن. به طور مثال پروژسترون مصنوعیه. ما چند نوع پروژسترون مصنوعی داریم که به همشون به طور کلی میگن پروژستین فقط از دیواره رحم مراقبت میکنه و تاثیر آرامش بخشی نداره. ولی اگه یادت باشه گفتیم که پروژسترون طبیعی اثر آرامش بخشی روی مغز داره، حتی باعث میشه بهتر بخوابیم. پس برای همین اگه پروژسترون بایو آیدنتیک دریافت کنی که معمولا از گیاهای مثل سویا گرفته میشه، هم از رحم مراقبت میکنه، هم میتونه اون تاثیر آرامش بخش پروژسترون طبیعی رو داشته باشه. برای همین امروزه دیگه خیلی از پزشکا هورمون‌های بایو آیدنتیک رو ترجیح میدن. در همین راستا بعضیا فکر میکنن اگه از گیاهان استفاده کنن بهتره، چون بعضی از گیاها مثل سویا، بذر کتان یا فلکسید، شبدر قرمز یا رد کلوور و رازیانه یا فنل، اینا ترکیباتی به نام فایتو استروژن دارن. این فایتو استروژن ها از نظر ساختاری شباهت‌هایی به استروژن دارن و میتونن به گیرنده های استروژن وصل بشن. پس آدما فکر میکنن که حالا دیگه چون گیاها هست دیگه، پس دیگه هورمون نگیریم. اما نکته مهم اینه که این فایتو استروژن ها خیلی ضعیفن و جایگزین واقعی برای اون HRT نمیتونن باشن. شما تصور کنید گیرنده استروژن مثل جای پارک باشن. استروژن های طبیعی یا استروژن های درمانی HRT مثل اون ماشینایی هستن که میان درست پارک میکنن و کارشون انجام میدن، بدن رو شارژ میکنن. اما فایتو استروژن ها یه ماشینای کوچیکی هستن که میان جا رو اشغال میکنن، ولی قدرت کافی ندارن که مثل استروژن واقعی عمل کنن. ولی جا پارک اشغال شده، پس اگر استروژن قوی تری در بدن باشه نمیتونه بیاد وارد پارکینگ بشه و به اون رسپتورها وصل بشه و کارش رو انجام بده. پس فایتو استروژن ها اون تاثیر قوی رو ندارن که بتونن مشکلات یائسگی یا کمبود استروژن رو برطرف کنن و شاید برای بعضی افرادی که نمیتونن به دلایل هورمون رو دریافت بکنن، مصرف این گیاهان بتونه تا حد خیلی کمی به کاهش بعضی از علائمشون کمک بکنه، ولی اینها بسیار ضعیف‌تر از درمان‌های هورمونی واقعی هستن. شاید حالا شما فکر کنید که حالا که این قضیه به هورمون‌ها مرتبطه، پس من بهیه برم هر چند ماه یه بار آزمایش هورمونی بدم. ولی اینطور نیست. داخل پرانتز بگم دوباره، وقتی که ما داریم اینجا در مورد هورمون‌ها صحبت می‌کنیم و آزمایش هورمونی، منظورمون همون سه تا هورمون اصلی تخمدان هستن که استروژن، پروژسترون، تستوسترون. چون هورمون که تو بدن زیاده، کورتیزول، سروتونین، ما با این هورمونا کاری نداریم. فقط داریم در مورد یائسگی و قطع شدن تولید این سه تا هورمون مرتبط با تخمدان‌ها حرف میزنیم. برای خانمی که هنوز پریود میشه آزمایش معنا داره، چون ما انتظار داریم که در 2 هفته اول سیکل استروژن بالا باشه و در 2 هفته آخر این سیکل پروژسترون زیاد باشه. یعنی میتونیم سطح هورمون‌ها رو با روز چرخه به طور تقریبی حداقل یه تطبیقی بدیم و یه نتیجه گیری بکنیم. اما برای خانمی که پریمنوپاز در دوران انتقال به یائسگی هست، این آزمایش خیلی معنا نداره، چون این هورمون‌ها تو این دوران همش در حال بالا پایین شدنن به شدت و مثل این میمونه که بخوای از یه بچه عکس بندازی، خب چند دقیقه بعد اون بچه یه جای دیگه است و داره مدام حرکت میکنه. ممکنه یه روز آزمایش بدی هورمون‌ها بالا باشه، هفته بعد دوباره آزمایش بدی هورمون‌ها پایین باشه. پس خیلی درگیر نتایج آزمایش و اینکه بخوای اینو تفسیری بکنی ازش نشو. شما که دوست داری آزمایش دیگه بده، آزمایش خون بده، کلسترول، کبد، کلیه، دکسا، میزان آهن، قند خون، حتی میزان ویتامین دی، این همه اوکی. ولی همین که حدود سنی منوپاز رو داری و پریودها داره قطع میشه، یا علائمی که قبلش گفتیم اونا رو داری، یعنی دیگه شروع شده. در این تغییرات ممکنه چند ماه یک هورمون بالا بمونه یا یه هورمونی یهو افت کنه و بعد از خودت میپرسی چرا این قرصایی که تا دیروز جواب میداد دیگه کار نمیکنن. اینجا ما امیدمون رو از دست نمیدیم، هورمون تراپی رو ادامه میدیم، ولی اگه لازم باشه
دوز یا نوع دارو رو عوض میکنیم. ممکنه دوباره همه چی متعادل بشه یا برعکس مثل الاکلنگ دوباره کم و زیاد بشه. پس این تصور که یه بار یه دوز مناسبی پیدا کردم و همه چی تمومه اشتباهه. از این خبرها نیست متاسفانه. برای همین میگم دارو، دوز و علائم خودمون رو یادداشت میکنیم و این کار میتونه به ما و پزشکمون کمک کنه. یه نکته دیگه هم بگم شاید براتون جالب باشه در مورد آزمایش‌های هورمونی. یه هورمون دیگه داریم به نام FSH، هورمون محرک فولیکول. این از غده هیپوفیز ترشح میشه و کارش اینه که سیگنال بده به تخمدان‌ها که استروژن تولید کنن. هیپوفیز متوجه میشه که استروژن در خون کمه و این FSH رو تولید میکنه، مثل اینه که به تخمدان‌ها زنگ میزنه و از اونها میخواد که استروژن تولید کنن. و وقتی که ما جوانتریم به محض اینکه تلفن زنگ میخوره تخمدان‌ها گوشی رو برمیدارن و استروژن تولید میکنن. ولی وقتی که ما به نزدیکی یائسگی میرسیم هرچی هیپوفیز FSH تولید میکنه و FSH خون بالا میره تخمدان‌ها دیگه گوشی رو بر نمیدارن و استروژن تولید نمیکنن. وقتی تو آزمایش FSH رو تست میکنن انگار نگاه میکنن ببینن تو چند تا میسکال داری. وقتی که یه عالمه میسکال داری و سطح استروژن هم پایینه یعنی تخمدان‌ها دیگه کارشون رو کم کم دارن متوقف میکنن. گفتیم که در دوران پریمنوپاز تخمدان‌ها هنوز فعالن اما عملکردشون نامنظم شده. این یعنی گاهی به سیگنال‌های FSH، گاهی به این زنگ‌ها جواب میدن، گاهی هم تلفن رو بر نمیدارن. برای همین هورمون‌ها در این مدت پریمنوپاز خیلی میتونه بالا پایین بشه. ولی در کل بالا رفتن این هورمون FSH یکی از نشانه‌های نزدیک شدن به یائسگیه. به عنوان آخرین نکته، اگه من از شما الان بپرسم چند سالتونه، شما به تاریخ تولدتون فکر میکنید. در صورتی که این فقط یه قرارداد اجتماعیه. من قبل از اون هم بودم. حداقل 9 ماه قبلشم توی رحم مامانم بودم. و وقتی ما در دوران جنینی هستیم، اگه زن باشیم، تمام سلول‌های تخم در بدن ما شکل میگیرن و ما با تمام اونها به دنیا میاییم. یعنی چی؟ یعنی من نه تنها توی رحم مامانم بودم بلکه توی رحم مامان بزرگم هم بودم. چون اون تخمی که یک روز از مادر من آزاد شد و به من تبدیل شد از قبل توی رحم مادر بزرگم ساخته شده بود. این یعنی اونی که فکر میکنه 18 سالشه 18 سالش نیست. سال هاست که در بدن مادره و منتظر لحظه تولده. این یعنی ما انسان ها چقدر با هم یکی هستیم. تازه بگذاریم از این که ژن های اجدادمون رو هم با هم حمل میکنیم. یک کپی از ژن مادر، یک کپی از ژن پدر و اونها هم کپی هایی داشتن از پدر مادرشون. اگه این رو ادامه بدیم گذشته همه ما برمیگرده به اون چند تا انسان اولیه. یعنی ماها خیلی بیشتر از اون چیزی که فکر میکنیم به هم شبیهیم. دقیق‌تر بخوایم بگیم 99.8% به هم شبیهیم و تفاوت ما از نظر علم ژنتیک فقط 0.2%. یعنی همه انسان‌های تاریخ تا کنون 99.8% شباهت داریم. اینو میگم که عاشق خودتون باشید، عاشق زن بودن خودتون، مادرتون، مادر بزرگتون، بقیه زنها. پس اگه این حرفا براتون مفید بود برای خواهرتون یا دوستتون بفرستید. اگرم لینک این ویدیو یا پادکست رو از کسی گرفتید بدونید که اون خیلی دوستتون داره. اگر در یوتیوب همراه من بودین، برای دوستانی که در ایران هستن و دسترسی به یوتیوب ندارن لطفاً لینک این اپیزود رو بفرستین که در توضیحات هست. در پایان یادمون باشه توی این همه پیامی که ما دریافت میکنیم که دوست داریم جوان بمونیم، این بالاتر رفتن سن یه هدیه است، هدیه زندگی. ما واقعا خوشبخت و خوش شانسیم که میتونیم به 40 سالگی و 50 سالگی برسیم. معنی این حرف اینه که ما در 20 سالگی و 30 سالگی نمردیم. نیمی از جمعیت دنیا از نصف عمرشون تا آخر زندگیشون در یائسگی خواهند بود. همه ما با هم تجربهش میکنیم و میتونیم با عشق و حمایت کنار هم باشیم. امیدوارم که در این گفتگو چیزای جدید و مفیدی یاد گرفته باشی
و اگه این گفتگو بهت کمک کرد، لطفاً اینو با خانمای دیگه هم به اشتراک بذار. مرسی که همراه هم بودی